هر وقت اسم ایتالیا، شهر روم به گوشمون میخوره، یاد آثار باستانیش، مکانهای دیدنیش، یاد تاریخچه فوق‌العاده‌اش میافتیم. اینطوریه که هر کسی که پول داشته باشه، ایتالیا جزو لیست سفرهایی که در طول زندگیش باید بره. اما 1 نفر 2 نفر نیستن. 8 میلیارد آدم روی کره زمین هستیم که تعداد زیادی از آدم‌ها دلشون میخواد سفر بکنن و یکی از مکان‌هایی که دوست دارن برن ایتالیاست. شاید در نگاه اول این حجم از گردشگر، ورود توریست به شهر، درآمدزایی برای آدم‌های اون شهر برای بقیه جذاب باشه. اما رفته رفته این ماجرا تبدیل میشه به یک معضل و دیگه میتونه برای ساکنانش جذاب نباشه و تبدیل به یک مصیبت بشه. سلام دمونیا، این جانب دمون. امروز اومدم با یک ماجرای واقعی دیگه. ایتالیا، روم، سال 1999. روز 23 ماه آگوست، دختری به اسم پاملا ماستروپیرتو توی یک خانواده کوچولو به دنیا میاد. اون به عنوان تنها فرزند الساندرو ورنی و استفانو ماستروپیرو به دنیا میاد. دختر زیبایی بود، خیلی به دل می نشست. همه دوستش داشتن، پدر و مادرش عاشقش بودن. این بچه رفته رفته بزرگ میشه و میرسه به سن 4-5 سالگیش. اینجا خانواده با یک مسئله جدید از شخصیت پاملا آشنا میشن. دختری که هر چقدر کنار پدر و مادرش شاد بود، خوشحال بود، بسیار در برابر دیگران خجالتی بود. اصلا نمیتونست تعاملات اجتماعی برقرار بکنه، با دیگران دوست بشه، با همسن و سالهاش بازی بکنه. بیشتر گریه میکرد، سعی میکرد خودش رو به مادرش بچسبونه و حجم این وابستگی به قدر زیاد بود که مقداری مادرش رو نگران کرده بود. اما با خودشون فکر کردن که شاید بچه‌مون اگر بره به مدرسه در کنار بقیه بچه‌ها قرار بگیره، مجبور میشه از این خجالتی بودن فاصله بگیره، با بقیه دوست بشه و این رفتارها تموم بشه. اما اتفاقی که میفته درست برعکس این ماجرا بوده. ورود پاملا به مدرسه و برخوردی که معلم‌ها باهاش داشتن کارو بدتر میکنه. این خجالت و گوشه‌گیر بودن تبدیل به اضطراب شدید میشه. اینکه بقیه نگاش میکردن، معلم ازش سوال میپرسید، باید بلند میشد و جواب میداد، باعث شده بود پاملا دچار اضطراب بشه. اصلا اعتماد به نفس لازم رو برای جواب دادن به سوالها نداشت. بچه باهوشی بود، توانا بود، خیلی زود اطلاعات رو میگرفت. توی خونه وقتی مادر باهاش تمرین میکرد، فوراً به سوالها جواب میداد. اما همون سوالها توی مدرسه براش یک مصیبت بزرگ بود. حالا ماجرا وقتی بدتر میشه که این اضطراب و عدم اعتماد به نفس روی خواب این بچه هم تاثیر میذاره و دچار اختلالات خواب میشه. ترس‌های عجیب و غریبی به سراغش میومدن که خانواده نگران شده بودن چه بلایی داره سر دخترمون میاد. متخصص پاملا رو ویزیت میکنه، باهاش صحبت میکنه و بر اساس اطلاعاتی که به دست میاره متوجه میشه که این دختر دچار اختلال شخصیت مرزیه، یعنی ترس از رها شدن داره. یه تفکر سیاه و سفید، اینکه الان عاشقته، 2 دقیقه دیگه از اون متنفره، بسیار مضطرب و نگرانه. و این شخصیت هر چقدر که بهش رسیدگی نشه، مراقبت نشه، ممکنه کار رو به جایی برسونه که اون فرد به خودش آسیب وارد بکنه. این بچه خودش به قدر کفایت درگیر مسائل و مشکلات خودش بود که به مرور متوجه شد پدر و مادرش هم با هم اختلاف دارن، نمیتونن دیگه با هم زندگی بکنن، مدام با هم دعوا میکنن، بحث میکنن و کارشون داشت به جدایی میکشید. تنش‌هایی که بین پدر و مادر وجود داشت روی پاملا تاثیر 2 برابری گذاشت. طوری شد که این بچه توی سن 13 سالگی دچار افسردگی شدید شد. دیگه با کسی حرف نمیزد، دلش نمیخواست بره به مدرسه، افت تحصیلی وحشتناکی داشت. اینطوری شد که متخصص با پدر و مادر صحبت کرد. گفت که اگر سلامت بچه‌تون براتون مهمه، یه چند وقتی سعی کنید با هم کنار بیاین. این زندگی رو حفظ بکنید، کنار هم بمونید تا بچه‌تون سالم بمونه. استفانو و الساندرا چون می‌دیدن واقعا حال بچه‌شون بده، تصمیم گرفتن که با هم بشینن، صحبت بکنن و توافق کنن که به این زندگی ادامه بدن، با هم خوب باشن تا این بچه دوباره سر پا بشه، از افسردگی بیرون بیاد. اما 2 سال دیگه هم میرسه تا سن 15 سالگی پاملا. طی این 2 سال تغییر محسوسی در وضعیت پاملا ایجاد نشد. همچنان با مشکلات شخصیتی درگیر بود. گوشه‌گیری رو داشت. مدام دچار افسردگی میشد، به هم میریخت، عصبی میشد، اجازه نمیداد که مادرش از خونه بیرون بره و بیشتر مواقع در کنارش بود. بهش میچسبید. رفته رفته دوستهایی پیدا کرد که ما بهش میگیم دوست ناباب.
این بچه‌ها دوست خودشون رو با نوشیدنی‌های غیر مجاز آشنا کردن، ترغیبش کردن که بخوره. رفته رفته کارشون به جایی رسید که دور هم می‌نشستن و مواد مصرف می‌کردن. وقتی پدر و مادر از این ماجرا مطلع شدن، دیگه واقعاً درمونده بودن. مشکلات شخصیتی خودش به کنار، حالا این مسئله دیگه قوز بالا قوز بود. باید این دفعه تلاش می‌کردن ترکش بدن. طبق تشخیص پزشک باید چند ماهی رو توی مرکز بستری میموند. اجازه خروج نداشت و به طور کامل باید تحت نظر می بود. همین اتفاق هم افتاد. پاملا با هیچ کس از دوستهای دیگه‌اش در ارتباط نبود. سعی می‌کرد با پزشک همکاری بکنه. کارهایی که بهش میگن رو انجام بده. سعی کنه زودتر مواد رو ترک بکنه. رفته رفته سعی کرد مواد رو کنار بذاره. نه کشیدنی نه خوردنی، هیچ کدوم. اینطوری باعث شد همه چیز کم کم بهتر بشه. حال روحی خودش برگرده. همه چیز داشت خوب پیش میرفت. پاملا دوباره سرحال شده بود و زمانی که حدوداً نزدیک به 16 سالگی بوده، طبق تشخیص پزشک میتونست از مرکز مرخص بشه و برگرده پیش خانوادش. ولی مدام باید با پزشکش در تماس می بود، باهاش صحبت می کرد، ویزیت می شد. پاملا برگشت کنار پدر و مادرش. دوباره رفت به مدرسه. سعی کرد بهتر از قبل درس بخونه. همینطور هم بود. چون استعداد خوبی داشت، فوراً مطالب رو می گرفت و مادر و پدر خوشحال بودن که بالاخره یه جایی داره اون روی خوب زندگی بهشون نشون داده میشه و حال بچهشون خیلی بهتره. اما متاسفانه تو هر چقدر که از دوستهای ناباب فاصله بگیری، اونها بیخیال تو نمیشن. حدوداً بیشتر از 1 سال بود که پاملا مرخص شده بود و توی سن 17 سالگیش بود که با یک پسر آشنا شد که فکر میکرد دوستش داره، عاشقشه. یه پسر 20 ساله به اسم کلودیو نیتو. اون رومانیایی بود و مهاجر به حساب می اومد. مشکلی که در مورد این پسر وجود داشت این بود که علاوه بر این که مصرف کننده به حساب می اومد، تامین کننده هم بود. جنس جور کن بود و این بود که ارتباطش رو با پاملا برای خانواده خطرناک می کرد. و حالا حضور این پسر در کنار پاملا باعث شد که دوباره پاملا برگرده به مسیر قبلی. دوباره تمام چیزهایی که ازشون دست کشیده بود، تلاش کرده بود تا دیگه مصرف نکنه، دوباره کلودیو اون رو برگردوند به همون راه. و روز به روز این مصرف یواشکی داشت بیشتر و بیشتر میشد. سعی میکرد خانوادش متوجه نشن، اما خب حال و روزش دوباره داشت به هم میریخت. دوباره افت تحصیلی، دوباره گوشه‌گیر شدن. اما مسئله اصلی اینجا بود که پاملا درآمدی از خودش نداشت. کار نمی‌کرد که بخواد پولی توی جیبش داشته باشه که خودش بره چیزی رو که میخواد تهیه بکنه. از طرفی پدر و مادرش هم با این مسیر موافق نبودن که بخوان بهش کمک بکنن، پول توی جیبش رو بهش بدن. درسته که اونها بالاخره مبلغی رو به طور ماهانه به پاملا میدادن برای مصرف عادی، لباس خریدن، رفت و آمد. اما برای مصرف قضیه فرق میکنه. اونم مصرف بالا. اصلا اون پول توی جیبی کفاف پاملا رو نمیداد و باید راه دیگه‌ای پیدا میکرد. کلودیو هم توی فاز رفاقت تا یه جایی باهاش پیش رفت و بعدش بهش گفت که ببین، تو داره مصرفت روز به روز بیشتر میشه. اگر بیشتر مواد میخوای، یه راه دیگه میتونم بهت بدم. اونم این که باید معامله بکنی. خودت در ازای مواد قبول بکنی که رابطه داشته باشی، تن بدی به چیزی که میخوام و اون وقت خیالت راحت. پاملا هم که راهی نداشت قبول کرد. بالاخره پدر متوجه رفتارهای عجیب و غریب دخترش شد. متوجه شد که حالاتش برگشته به قبل. همون دختر به هم ریخته عصبانی شده که مشخصه داره مصرف میکنه. پاملا هم که نمیتونست نقش بازی کنه و از رفتارهاش همه چیز مشهود بود. یه بار افتاد دنبالش ببینه دخترش داره کجا میره و دید که پاملا با یه پسری که همون کلودیو بوده با هم همراه میشن و میرن سمت یک خونه. میرن داخل اون خونه. استفانو که یواشکی رفت پشت در، بو کشید و به آرومی رفت کنار پنجره. از گوشه پنجره نگاه کرد و دید یه عالم دود توی خونه است. چند نفر دور هم نشستن و دارن مصرف میکنن. میدونست که نمیتونه سر خود وارد خونه بشه. اونها بالاخره آدم‌های خطرناکین و از اونجایی که دختر خودش مابینشون نشسته نباید بیگدار با آب میزد. برای همین فوراً زنگ زد به اداره پلیس. به پلیس ها اطلاع داد که لطفاً بیاین نیرو اعزام بکنید. یه سری آدم نشستن توی خونه و محله ما رو تبدیل کردن به یک جای ناامن. اعتبار محلمون داره از بین میره. اونها به طور غیر قانونی دارن معامله انجام میدن. زمانی که پلیس ها رسیدن، همه اعضای اون خونه رو بازداشت کردن. اما از اونجایی که پاملا فقط یک مصرف کننده به حساب می اومد، مشکلی نبود و میتونست آزاد بشه.
اما کلودیو از اونجایی که هم خودش تامین کننده به حساب می اومد، هم یک بچه زیر سن قانونی رو مجاب کرده بود که مصرف بکنه، راهی زندان شد. حکم گرفت. حکم 4 ساله گرفت. باید 4 سال توی زندان میموند. هر طوری بود به این شیوه استفانو دختر خودش رو نجات داد. اما کار این دختر دیگه به جایی رسیده بود که کلاً تحصیلاتش رو رها کرده بود. دیگه درس نمیخوند. وقتی با دوستاش میرفت بیرون تا دیر وقت میموند. گاهی هم نمیومد. بعضی وقتا پدر و مادر فکر میکردن از خونه فرار کرده و نمیخواد برگرده. اما بعد از 1-2 روز دوباره پیداش میشد. تصمیم گرفتن که دوباره دخترشون رو بفرستن به یک مرکز توانبخشی دیگه. اما جایی غیر از روم، جایی که به نظرشون محیط خلوتی باشه. انقدر مثل روم آدم‌های عجیب و غریب، خطرناک و تامین کننده های بسیار زیادی که وجود داره، لااقل توی اون شهر کوچیک‌تر وجود نخواهد داشت و خیالشون راحت میشد. هماهنگ کردن و بردنش به شهر مسراتا، جایی که یک کلینیک وجود داشت و خانواده با این کلینیک صحبت کردن که وضعیت دخترشون به این شکله و اونها هم پاملا رو پذیرفتن. اما بهشون گفتن که حداقل باید 3 ماه پیش ما بمونه تا ببینیم وضعیتش چطور میشه، چقدر پیشرفت میکنه. پدر و مادر دورادور با بچه‌شون در تماس بودن، با هم مدام صحبت میکردن. هر هفته میومدن به دخترشون سر میزدن. طبق گفته پزشک طی 2 ماه پاملا پیشرفت خوبی داشت. سعی میکرد با پزشک همکاری بکنه، به دستورات عمل بکنه و سعی کنه که مواد رو ترک کنه. اما مسئله‌ای که توی این کلینیک وجود داشت و خانواده فکر نمی‌کردن که مسئله مهمی باشه، این بود که افراد اجازه ورود و خروج دارن. یعنی یک مکان بسته نیست. منع ورود و خروج وجود نداره. هر کسی هر زمانی دلش بخواد میتونه بره بیرون و برگرده. ماجرا میرسه به 29 ژانویه 2018. زمستون بود و هوا سرد. از طرف کلینیک با خانواده پاملا تماس گرفتن که دخترتون مرکز رو ترک کرده. چند ساعتیه که برنگشته. با شما تماس نگرفته؟ مادر و پدر تعجب کردن که نه، ما اصلا ازش خبر نداریم. مگه میشه ندونید کجا رفته؟ اصلا چرا همچین قانونی توی مرکزتون وجود داره؟ ولی خب این حرفا فایده‌ای نداشت. خبری از پاملا نبود. مادر و پدر همون شبونه حرکت کردن و خودشون رو رسوندن به شهر مسراتا. با پلیس ها هم تماس گرفتن، اونها رو در جریان گذاشتن و پلیس ها هم خودشون رو رسوندن به مرکز. طبق چیزی که توی دوربین های مداربسته مرکز دیدن، اینه که پاملا خیلی با آرامش، ریلکس اومده وسایلش رو جمع کرده، گذاشته توی چمدون خودش، گرفته دستش و از مرکز گذاشته رفته بیرون. و جالبش اینجاست که نگهبان دیددش، پرستار دیددش، اما هیچ کس کاری به کارش نداشته که تو چرا چمدون به دست داری میری بیرون. رفتن اتاقش رو چک کردن و دیدن بله، همه چیز مرتب و تر و تمیز. پاملا کل وسایلش رو برداشته برده. چون نمیدونستن کجا رفته، رفتن سراغ کسایی که باهاش طی این مدت ارتباط بیشتری داشتن، کسایی که اونجا هم بستری بودن. با 1-2 تاشون که صحبت کردن متوجه شدن که پاملا طی 1 ماه اخیر دوباره برگشته. یعنی برگشته به مسیر قبل. رفته بیرون، خریده، کشیده و برگشته خوابگاه. انگار نه خانی اومده نه خانی رفته. اینجا پلیس به خانواده پاملا گفت که احتمال داره اون رفته باشه به ایستگاه قطار. میخواسته برگرده به روم، پیش شما، توی خونه خودش. اما بهشون گفتن که نه، اگه میخواست برگرده تا حالا باید میرسید. پس چرا هیچ خبری ازش نشده؟ پلیس ها گفتن در هر صورت شما کاری از دستتون بر نمیاد. بهتره برین به منزل. منتظر بمونید، شاید از پاملا خبری بشه. ما هم پیگیری هامون رو انجام میدیم. پلیس ها رفتن به ایستگاه قطار. بررسی هاشون رو انجام دادن. توی دوربین ها به هیچ عنوان تصویر پاملا ضبط نشده بود که اومده باشه به ایستگاه راه آهن. از طرفی پدر و مادر رفتن بست نشستن توی خونه و منتظر کوچکترین خبری از دخترشون. چشم انتظاری ها ادامه داشته تا 31 ژانویه، یعنی 2 روز بعد، که یک تماس با پلیس مسراتا گرفته میشه. یه مرد پشت خط بوده که خیلی نگران بود. خیلی ترسیده بود. به نیروهای پلیس گفت که یک گودال نزدیک به خونم وجود داره. بوی بسیار بدی از اون بخش میاد. خیلی نگرانیم. میترسیم نکنه بمب باشه. پلیس ها هم که بیشتر از اون مرد نگران شدن، هم خودشون نیرو اعزام کردن، هم یه نیروی خنثی کننده بمب. وقتی رسیدن به اونجا دیدن 2 تا چمدون اونجا وجود داره توی اون گودال. سعی کردن همه آدم‌ها رو از اون اطراف پراکنده بکنن. نوار زرد کشیدن، خونه‌های اطراف رو تخلیه کردن و نیروهای خنثی کننده
رفتن سراغ چمدون‌ها. اما وقتی در چمدون‌ها رو باز کردن، اصلا انتظارش رو نداشتن همچین چیزی رو ببینن. کیسه‌های مشکی که پر از خون و تکه‌های بدن بود. به حدی اون نیروها ترسیدن که خودشون رو عقب کشیدن. بوی بسیار زننده‌ای می اومد. قسمت‌هایی که از بدن توی چمدون وجود داشت، مشخص بود که روش یک محلول ریخته شده. محلولی که سعی داره اثر و آثار رو از روی پوست از بین ببره که کسی متوجه نشه کی این کار رو کرده. نمیتونستن مطمئن باشن که مربوط به یک جسده، نمیدونستن دقیقاً کیه. با اینکه تکه تکه های بدن به طور کامل وجود داشت، سر و 2 تا دست و 2 تا پا و بخش های دیگه بدن، اما خب با ترکیب شدن با یک محلول سفید کننده لایه های روحی از بین رفته بودن. مستقیما فرستادن به پزشکی قانونی. تنها راه بررسی دی ان ای بود. خانواده های زیادی بودن که در سطح کشور منتظر بچه هاشون بودن. یه عده بودن که بالاخره طی اتفاقات مختلف بچه هاشون ناپدید شده بودن، اما با بررسی دی ان ای فوراً متوجه شدن که این جسد متعلق به پاملاست، دختر 18-19 ساله‌ای که جسدش به این شکل فجیع پیدا شده. تا پزشکی قانونی روی جسد دقیق‌تر بررسی انجام بده که علت مرگ چی بوده، پلیس‌ها با خانواده پاملا تماس میگیرن و بهشون اطلاع میدن که چه فاجعه‌ای وحشتناکی رخ داده. از طرفی باید ماجرا رو سفت و سخت پیگیری می‌کردن که چه کسی این دختر رو کشته و این بلا رو سرش آورده. بهترین راه حل خود مرکز توانبخشی بود. باید از اون مسیر پیگیری می‌کردن که ممکنه دختر کجا رفته باشه. شروع کردن به بررسی دوربین‌های مداربسته. زمان می‌برد. باید همه مسیرها رو چک می‌کردن، نزدیکترین ها به مرکز، چون این دختر ظاهراً تا یه جایی پای پیاده رفته، تا اینکه رسیدن به یک ایستگاه اتوبوس، جایی که دوربین کاشته شده بود و میشد دید که یه تاکسی اونجا پارک کرده و پاملا با یک چمدون وارد ایستگاه اتوبوس میشه و میره سمت تاکسی. با هم صحبت میکنن و بعد سوار تاکسی میشن و حرکت میکنن و میرن. اون لحظه توی دوربین خیلی شماره پلاک تاکسی معلوم نبود. ردش رو توی دوربین‌های بعدی پی گرفتن و یک جایی بالاخره تونستن شماره پلاک ماشین رو بردارن. اما نکته‌ای که متوجه شدن اینه که از یک جای مسیر پاملا پیاده شده. نمیدونستن کجا. ولی از یه جایی به بعد دیگه همراه اون راننده تاکسی نبوده. فوراً آدرس خونه راننده تاکسی رو پیدا کردن و رفتن سر وقتش. دم در خونه که رسیدن، اون راننده تاکسی خیلی تعجب کرد که چرا پلیس ها اومدن دم در خونش. پلیس عکس پاملا رو بهش نشون داد که تو این دختر رو دیدی؟ و اون راننده نگاه کرد و گفت بله، من این دختر رو چند شب پیش دیدم. فوراً بازداشتش میکنن و میارن به اداره پلیس. باید براشون دقیق توضیح میداد که چه اتفاقی افتاده. راننده تاکسی که حسابی ترسیده بود گفت ببینید، من هیچ بلایی سرش نیاوردم، من هیچ کاری نکردم. اون شب من توی ایستگاه اتوبوس ایستاده بودم که شاید یه نفر رد بشه و بخواد سوار تاکسی بشه، سوار اتوبوس بشه و من بتونم مشتری گیر بیارم که این دختر رو دیدم با چمدونش اومد به ایستگاه. به من گفت که میتونی من رو ببری به ایستگاه قطار؟ بهش گفته آره میتونم، فقط کرایه‌اش یه مبلغ غالب خصوصی میشد. و پاملا بهش گفته بود که من هیچ پولی ندارم بهت بدم. این مرد هم بهش گفت که حالا که پول نداری متاسفم، من نمیتونم تو رو ببرم. پاملا هم گفته باشه، پس من میشینم اینجا و منتظر شده بود که یک نفر دیگه پیدا بشه تا اون رو ببره. راننده تاکسی گفت خیلی نرمال. بهش گفتم که اگه جا نداری میتونی بیای خونه من و خیلی تعجب کرده بود چون پاملا فوراً بهش گفته بود آره میام، میتونم باهات بیام. راننده گفت خیلی جا خوردم که انقدر سریع قبول کرده. گفت یه جایی دلم سوخت براش. گفتم که ببین، من در هر صورت دیگه دارم میرم خونه، دیر وقته، اگر بخوای میتونم تو رو تا یه جایی برسونم. پاملا هم فوراً از جاش بلند شد که آره اگه میشه من رو پارک فلان جا برسون، توی مسیرته. گفت منم سوارش کردم و بردم سمت پارک. اما ما فقط یه مقدار کوچیک با هم رابطه داشتیم. اونم قسم میخورم که به رضایت خودش بود. با هم توافقی رابطه حالا کوچولو داشتیم، حالا یه تاچه، یه بوسه، حالا هر چی که است. ولی راننده گفت من همونجا دم پارک پیادهش کردم و رفتم و دیگه ازش خبر ندارم. طبق بررسی‌های پلیس هم توی همون مسیر بوده، درست نزدیک‌های پارک بوده که ظاهراً از ماشین پیاده شده و بعد از دوربین‌های پارک دیگه سوار ماشین نبوده و نمیتونستی توی تصویر ببینیش که آیا توی ماشین هست یا نه. 1-2 روزی راننده تاکسی رو توی ایستگاه پلیس نگه داشتن و بعد از اون چون شواهدی علیهش وجود نداشت تصمیم گرفتن که آزادش بکنن. باید میرفتن سراغ پارکی که پر از مصرف کننده و تامین کننده بوده و خیلی راحت پاملا با اون چیزی که میخواسته میتونسته دست پیدا بکنه. جایی که هر کسی اون وقت شب به اونجا تردد نمیکرد.
بهشون گفتن که این دختر رو میشناسین؟ دیدید که اومده باشه توی پارک؟ یکی از اونها گفت که بله، اون شب یک دختری رو چمدون به دست دیده که وارد پارک شده. از یکی از افراد پارک کمک خواسته، دنبال تامین کننده گشته. اون هم فردی رو بهش معرفی کرده که توی پارک حضور داشته. دختر رفته سمتش، باهاش صحبت کرده. کارش که انجام شده، از پارک خارج شده و پشتبندش اون تامین کننده هم رفته بیرون. هویت ساقی رو که پرسیدن، ظاهرا اسمش اوساگا اینوسنت بود. مردی حدوداً 32 ساله که از مهاجران نیجریه‌ای به حساب می اومد. کمین کردن، صبر کردن تا اوساگا بیاد به پارک. وقتی از دور دیدنش فوراً دویدن دنبالش. اوساگا هم که ترسیده بود که وای پلیس ها دنبال من، پا گذاشت به فرار. اما خب بالاخره پلیس ها تونستن بگیرنش، بازداشتش کردن و آوردن به اداره پلیس. عکس پاملا رو بهش نشون دادن که تو این دختر رو چند شب پیش دیدی اینجا. خوب که به عکس نگاه کرد، گفت آره دیدمش. اون اومد از من مواد خواست اما پولی نداشت. من مواد رو بهش دادم و در ازاش یه دونه گردنبند گرفتم. قسم میخورم نه پول نقد گرفتم نه برام پول جابجا کرد، هیچی، فقط یه گردنبند. بهش گفتن میدونی کشته شده؟ خبر داری؟ گفت نه، اصلا به من ربطی نداره، اصلا به من نسبت ندین، من هیچ کاری نکردم. اصلا نمیخواست با پلیس همکاری بکنه و پلیس ها هم چیزی علیهش نداشتن. اما از اونجایی که هم خودش تامین کننده بوده و هم به صورت غیر مجاز توی ایتالیا حضور داشته، پرونده‌ای براش تشکیل داده میشه و ارسال میشه به دادگاه که باید بابت همون توی بازداشت میموند و اجازه نداشت آزاد بشه بره خونش. پلیس ها با خودشون گفتن خب حالا یک مرحله جلو اومدیم. کاری که باید بکنیم دوربین‌های اطراف پارک رو بررسی بکنیم. یا سوار تاکسی شده مجدداً یا پای پیاده رفته. مغازه‌هایی که اون شب باز بودن، توی مغازه‌شون دوربین داشتن یا دم درشون دوربین داشت، همه رو چک کردن تا اینکه رسیدن به یک داروخونه‌ای که همون نیمه شب پاملا وارد اونجا شده. رفته و یک سرنگ کوچیک خریده و دوباره با چمدونش از اونجا خارج شده. اما چیزی که پلیس ها دیدن اینه که اوساگا همراهش بوده. اون دم در حضور داشته و وقتی در گیت باز و بسته میشه کاملا مشخصه که اون اوساگاست. پس این مرد یه چیزای دیگه‌ای هم میدونه، نمیخواد بگه. رفتن سراغش و گفتن ببین تو پرونده سنگینی داری، اگر دوست داری در حکمت کاهش داده بشه باید با ما همکاری بکنی. بهمون بگو آدرس خونت کجاست. نگران نباش، ما فقط میخوایم مابقی مواد رو پیدا بکنیم. اگر مطمئن بشیم مواد نداری بی خیالت میشیم. به هر ضرب و زوری بود آدرس رو ازش گرفتن، اما خب عقبش رو هم پیدا کردن. ظاهرا این فرد توی خود نیجریه زن داشته، 2 بچه داره و سال 2014 زمانی که بیشترین حد از مهاجرین وارد ایتالیا شدن، این فرد هم به ایتالیا پناهنده شده. اما خب شرایط پناهندگی رو رعایت نکرده، توی پناهگاه ها نمونده، قوانینش رو رعایت نکرده و فرار کرده. رو آورده بود به توزیع، تامین، فروش و طی این 4 سالی که به طور غیر قانونی در ایتالیا حضور داشت، از همین راه فقط درآمد به دست می آورد. اما در کنارش عضو باند خلافکاری نیجریه هم بود، باندهای مافیایی، خلافهای دیگه‌ای هم انجام میدادن، زد و خورد، تسویه حساب و چیزی رو هم که خوب میدونستن رابطه‌های جنسی زیادی داره و به بهونه‌های مختلف و هر گونه تسویه حساب از دخترهای دیگه رابطه میگیره. با داشتن این اطلاعات پلیس‌ها رفتن سر وقت خونش. رفتن تا تمام خونه رو زیر و رو بکنن. وقتی رسیدن داخل خونه، هر چقدر که صدا زدن هیچ کس توی خونه نبود. شروع کردن به گشتن تک تک اتاق‌ها تا اینکه رسیدن به یکی از اتاق‌هایی که چند تا لکه خون وجود داشت. معلوم بود اونها از دستشون در رفته و پاک نشدن. ولی وقتی رسیدن به حمام ماجرا بدتر شد. تعداد لکه‌های خون خیلی بیشتر بود و از طرفی چند تا بشکه محلول سفید کننده هم پیدا کردن. توی زباله‌های خونه هم تونستن یک دست لباس پیدا بکنن. لباس‌هایی که آغشته به خون پاملا بود. نمونه خون و اون سفید کننده رو فرستادن به آزمایشگاه تا بررسی بکنن. طبق بررسی آزمایشگاه مشخص شد که این لکه‌های خون متعلق به پاملاست و از همین محلول روی بدنش ریخته شده. اما نمیخواستن فوراً برن بهش بگن که خب ما همه چیز رو فهمیدیم. ماجرا براشون کاملا محرز بود. اما آیا اوساگا خودش تنهایی این کارو کرده یا همدست هم داشته؟ دوباره بررسی دوربین‌های مداربسته از سر گرفته میشه.
توی دوربین هایی که نزدیک به خونه اوساگا بود تونستن ببینن که اون شب یه ماشین میاد دم در، یه ماشینی که رانندش فرد دیگه ای بوده و یه نفر دیگه به اوساگا کمک میکنه تا چمدون‌ها رو بذارن داخل ماشین و بعد حرکت میکنن و میرن. پس یعنی 2 نفر دیگه از ماجرا مطلع بودن. با پرسجو از همسایه‌ها، با کسایی که اوساگا رو میشناختن، فهمیدن اون 2 فرد دیگه هم نیجریه‌این. افرادی به اسم دزموند و لاکی گشتن و اونا رو پیدا کردن. آوردنشون به اداره پلیس. این 2 نفر بهشون گفتن که ما اصلا از ماجرا خبر نداشتیم. ما هیچی نمیدونیم. اوساگا به ما زنگ زده و گفته که بیاین کمکم بکنید. 2 وسیله دارن میخوام بندازن بیرون و ما هم فقط رفتیم توی جابجایی کمکش کردیم. دست به هیچی نزده بودیم. ما اصلا خبر نداشتیم توی اون چمدون جنازه هست. به اوساگا اصرار کردن که بگو واقعیت چی بوده. باهاش چی کار کردی؟ ما هم لکه‌های خون رو توی خونت پیدا کردیم. همون محلول ها رو. اینها همه اثبات میکنه که تو قاتلی. فقط باید به ما بگی چی شده و الا ما پرونده‌ت رو میفرستیم به دادگاه و اشد مجازات برات تعیین میشه. اوساگا بهشون گفت که ببینید این دختر سمت من اومده اما هیچ پولی نداشته بهم بده. منم باهاش معامله کردم. بهش گفتم اون چیزی رو که بخوای بهت میدم به شرطی که چیزی که میخوام رو بهم بدی. بهش گفتم من همه چیز دارم. میتونی بیای با هم بریم خونه، در کنار هم باشیم، مواد بزنیم، خوش بگذرونیم. میتونی تا فردا صبح هم اونجا بمونی. بعد هر جا که خواستی بری. اومدیم خونه، نشستیم دور هم، مصرف کردیم. پاملا رفته بالا، حالش خوب بوده. با هم رابطه داشتیم. اما بعدش یه دفعه حالش بد شده و از حال رفته. و من هر چقدر که چک کردم، ضربان قلبش رو، نبضش رو دیدم هیچ کدوم کار نمیکنه. فهمیدم که مرده. خیلی ترسیدم از اینکه من قاتل جلوه داده بشم چون من هیچ کاری نکرده بودم. میخواستم از خونه ببرمش بیرون اما خب دیدم بدنش توی اون چمدون‌ها جا نمیشه. پس تصمیم گرفتم که تقسیمش بکنم. اما این داستان سرایی‌ها برای پلیس خنده‌دار بود. چون طی این مدت جواب پزشکی قانونی اومد. خب اونها زمان زیادی لازم داشتن تا بدن رو بررسی بکنن. تمام اثرانگشت‌ها و دی ان ای ها از روی بدن پاک شده بود. رویه پوست از بین رفته بود. ولی باز هم اطلاعات مهم میتونستن به دست بیارن. نکته اول این که توی خون پاملا درسته مواد مخدر پیدا شده. اما دوزش اصلاً بالا نبوده. یعنی انقدر نبود که بخواد این دختر از حال بره یا اووردوز بکنه. نکته دوم اینه که زیر ناخن‌های پاملا یک سری تیکه‌های پوسته پیدا شده بود. انگار بدن یک فردی رو خراشیده. خواسته مقابله بکنه. برای حفظ جونش. اون پوسته ها رو با دی ان ای اوساگا تطبیق دادن و مشخص شد که کاملا متعلق به خودشه. نکته سوم 2 ضربه چاقو به بدنش وارد شده بود. در قسمت شکم، به کبد. هر چقدر سعی کردن ازش اعتراف بگیرن هیچی نمیگفت و میگفت همونی که اول بهتون گفتم. من کاری نکردم. من نکشتمش. من فقط خواستم حذفش بکنم. خواستم به عنوان قاتل جلوه داده نشم. اون خودش از قبل مرده بود. پلیس ها فکر کردن برای اینکه بتونن از این آدم اعتراف بگیرن لازمه یک مخبر رو بفرستن جلو. یکی مثل خودش. کسی به اسم وینچنزو مارینو که سابقه دار بود و توی زندان حضور داشت. توی اتاق دستگاه شنود کار گذاشتن و کاری کردن که رفته اوساگا به وینچنزو اعتماد بکنه. رفته که اعتماد اوساگا بیشتر شد، جلوی وینچنزو اعتراف کرد. گفت که با پاملا چیکار کرده. بهش گفت آره پاملا اون شب با من اومده خونه. در کنار هم بودیم. وقتی نشستیم روی مبل که مصرف بکنیم پاملا حتی از من نپرسیده که چی دارم بهش میدم. چه موادی هست. به من اعتماد کرده و مصرف کرده. اما خب توی اون مواد مقداری داروی بیهوشی وجود داشت و بلافاصله بعد از تزریق پاملا حالش بد میشه و میفته روی زمین و اوساگا هم از اون وضعیت نهایت استفاده رو برد و به این دختر تجاوز کرد. این در حالی بود که ظاهراً دوستهاش هم اونجا حضور داشتن، دزموند و لاکی، و همه چیز رو دیدن. گفت حین تجاوز به پاملا این دختر به هوش اومده. فهمیده که من دارم چی کار میکنم. عصبانی شده. شروع کرده به من چنگ زدن، مبارزه کردن. داد میزد که ولم کن، رهام کن، به پلیس میگم. اوساگا گفت چون اسم پلیس رو شنیدم خیلی عصبانی شدم و دور گلوش رو گرفتم. انقدر فشار دادم تا به چشم دیدم که این دختر جون داد و مرد. نمیدونستم باید چی کار بکنم. یه مقدار ترسیده بودم اما سعی کردم خودم رو جمع جور بکنم که دزموند به من پیشنهاد داد بیا بذاریمش توی چمدون و از خونه ببریمش. یه چمدون آوردم ولی دیدم نه، این چمدون کوچیک‌تر از اون حرفاست که بخواد یک
انسان رو توش جا بدی. پس تصمیم گرفتم چمدون‌ها رو 2 تا کنم، اما به شرط اینکه بتونم بدن رو تقسیم کنم بین 2 تا. اما همین که رفتم سراغ پای راستش و خواستم کار رو شروع بکنم، بچه خیلی دارم با احتیاط جملات رو میگم طی این ویدیو که یوتیوب ممیزی نزنه. به هر حال حین کار بوده که پاملا به هوش میاد. شروع کرده جیغ زدن و گریه کردن و التماس کردن. گفت به حدی ترسیدم و جا خوردم از اینکه این دختر هنوز زنده است. چاقو رو برداشتم و 2 بار فرو کردم توی شکمش و اون باز هم از خونریزی زیاد از حال رفت. و باز هم اوساکا برگشت به کار قبلیش. رفت سراغ قسمت‌های دیگه‌ای بدن. وضعیت خیلی وحشتناک بود. اونها رو هر کدوم جداگانه توی کیسه‌های پلاستیکی گذاشت توی چمدون و از خونه بردن. پس همه چیز درست بود. اون فاجعه‌ای که فکر می‌کردن دقیقاً اتفاق افتاد. اما چیزی که پلیس‌ها طی این مدت نمی‌دونستن و با اعتراف‌های اوساکا فهمیدن اینه که زمانی که اوساکا در حال جدا کردن قسمت‌های بدن بوده، پاملا زنده بوده. شاید دیگه واکنشی نداشته، اما هنوز ضربان داشته، نفس می‌کشیده. هر چیزی رو که لازم داشتن در کنارشون بود. هم جسد، هم اسناد علیه قاتل. درس کردن اطلاعات این پرونده توی ایتالیا سر و صداهای زیادی رو به وجود آورد. مردم اعتراض می‌کردن، تظاهرات رو انداخته بودن که بیکفایتی دولت، نرسیدن به وضع مهاجرین که مهاجرای غیرقانونی باید از این کشور برن، کاری کرده که همچین جنایتی رقم بخوره و بچه‌های ما همشون در خطرن. به خاطر حضور این افراد میزان مصرف مواد مخدر بسیار بالا رفته. جوانها دارن از بین میرن و هیچ کس نیز نظارت بکنه. توی 29 می 2018 جسد پاملا ماسترپیرو با حضور تعداد زیادی از آدمها، از خانوادش، دوست، آشنا، از جامعه محلی نیجریه، از کارکنان دیپلماتیک ویرجینیا، شهردار روم، خیلی از افراد اومده بودن به این تشییع جنازه و توی کلیسا حضور پیدا کردن و هر آنچه که از بدن پاملا باقی مونده بود رو به خاک سپردن. توی سال 2019 دزموند و لاکی فقط به اتهام حمل مواد مخدر 5 سال زندان گرفتن که الان اگر جرم جدیدی مرتکب نشده باشند الان آزادند. اما برای اوساکا حبس ابد بدون هیچ گونه شروطی برای آزادی تعیین شد. باید تا آخر عمرش در زندان بمونه. آدمی که قتل کرده، همچین جنایتی مرتکب شده. اما کاری که کردن طی این سالها همچنان دارن اعتراض میزنن و اوساکا اعتراض داره به اینکه زیادی همه چیز رو به گردنش انداختن و اون داره اصرار میکنه که من نکشتمش، یا اگر کشتمش اونجوری نیست که شما دارید میگید، حالا چجوریه نمیدونیم. تا اینکه سال 2023 مادرش الساندرا برنی یک تیشرت تنش کرده بود که حاوی عکس بدن پاملا بود، باقی مونده های بدن روی سینه‌اش چسبونده بود و با همون لباس رفت توی دادگاه و این کار رو در اعتراض به اعتراضهای اوساکا انجام داد که تو خجالت نمیکشی همچین بلایی سر بچه من آوردی، بعد حالا میگی که حکمم زیاده، با چه رویی؟ اما این وسط پدر پاملا نتونست دووم بیاره و توی ماه می سال 2023 در پی یک ایست قلبی زندگیش تموم میشه و میمیره که ظاهرا میگفتن مقداری مشکوکه، شک داشتن به اینکه مرگ طبیعی بوده باشه، اما خب نتونستن چیزی رو هم اثبات بکنن. یه پرونده دیگه هم در مورد پاملا باز شده بود از اینکه 2 نفر بهش تجاوز کردن. 1 نفر اون راننده تاکسی اولی، 1 نفر هم همین اوساکا که باید به این حکم هم رسیدگی میشد. اما از اونجایی که از نظر دادگاه شخص آسیب دیده یعنی پاملا در این دنیا حضور نداشت، نبود که از خودش دفاع بکنه و بگه چه اتفاقی افتاده، این پرونده از نظر دادگاه مختوم شد و امکان رسیدگی بهش وجود نداشت. مارکو برنی، جایی پاملا، کسی که به عنوان وکیل توی دادگاه به نفع خانواده پاملا حضور پیدا می‌کرد، پارسال در اعتراض به کسایی که فعالان طرفدار مهاجرین بودن که مدام عکس مهاجرینی رو میذارن که توی دریا غرق شدن، اجازه ورود به کشورهای دیگر رو ندارن، عکس صورت یعنی فقط سر پاملا رو گذاشت توی فضای مجازی و زیرش نوشت این جواب اون اعتراض ها و تظاهرات برای کشتی های غرق شده مهاجران غیرقانونیه که با ورود این افراد به طور غیرقانونی همچین مصیبت هایی رو برای کشورها به وجود میارین و هیچ کس هم نیست که گردن بگیره. و خلاصه که میشه این مصیبت کشورهایی که توریست های زیادی به کشورشون وارد میشه هم جنبه خوب داره، هم درآمدزایی بسیار بالایی داره براشون،
هم از طرفی ناامنی شدیدی به وجود میارن، چون در هر صورت یک بخشی از این توریست ها پاگیر میشن، یا به طور قانونی یا به طور غیر قانونی، و کم کم مسائل و مشکلاتی برای اون کشور به وجود میارن. یه چیزی هست، توی خیلی از کشورها اگر مهاجرین نباشن اون کشور لنگ میمونه، نیروی کار نداره که بخواد کسی براش کار بکنه. اما نظارت و قوانین سفت و سخت باید کاری بکنه که این افراد مراقب کاری که میکنن باشن، حواسشون باشه که خطا نکنن. مثل مسئله‌ای که توی کشور خودمون هم وجود داره، اگه سختگیری نشه ناامنی به وجود میاد، چیزی که این چند وقت اخیر به چشم دیدیم، لااقل 2 سال اخیر. غیر از این که امکاناتی که متعلق به افراد خود کشور خودمونه رو افراد غیر میبرن و در عوضش ناامنی برامون به وجود میارن، به صورت غیر قانونی میان و این خطر آفرینه. دیگه پرونده از این قرار بود که متاسفانه پاملا وای، چقدر من اون سر اون عکس اعصابم خورد شد که چرا من اون عکس بدنش رو دیدم. نرید ببینیدم، الان بلند میشین یه 4 تاتون میره ببینه. خدا شاهده به قرآن مجید. میخوام شامو فوت کنم. یکی از بچه‌ها گفت داری میری شامو فوت نکن، انرژی منفی داره. گفتم چرا؟ گفت الان حال ندارم توضیح بدم. هموطن گرامی حال داشتی بیا توضیح بده، والا من حالا فوت میکنم. اونجا نفهمیدم چرا فاز منفی داره. حال میکنم با خاموش کردن، اینجوری دود میزنه بالا. مرسی از اینکه امروز هم همراه من بودید و به این پرونده گوش دادید. دوستتون دارم، شما رفیقای منید. خدا نگهدار.